إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به برنامه ندای ایمان همه شما بزرگواران را خوش آمدید میگویم. در آیه از آیات دیگر که پیرامون ندای اهل ایمان هست و مخاطب قرآن اهل ایمان می باشند، الله سبحانه و تعالی می فرماید در این آیه مبارکه اهل ایمان را الله سبحانه و تعالی متوجه می سازد که ای اهل ایمان، شما متوجه باشید که باید که بعضی اعمال و بعضی افعالی که مورد پسند خداوند نیست آنها را کنار گذاشته و از آنها اجتناب کنید. افعالی که مشکل ساز هست بین جامعه، اعمالی که مشکل ساز هست بین جامعه، اعمالی که برادر مسلمانت را شاید بیازارد، شاید که خلاصه او را به تشویش و به دغدغه و به مشکلات دچار بکند و موقف اجتماعی او را در بین جامعه پایین بیاورد، پس از این باید اجتناب شود. این اعمال چیست؟ الله سبحانه و تعالی اهل ایمان را، من و تو مسلمان را متوجه می سازد. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ای اهل ایمان. قرآن کتاب است که پیروان خود را تربیه می کنه، پیروان خود را درس ادب می دهد، پیروان خود را می خواهد مؤدب بسازه و چنین هم ساخت. همین قرآن بود که مردانی که هیچ رحم و شفقت و ترحم نداشتن، چنان قساوت قلب داشتن که فرزندان و جگرگوشه های خود را زنده به گور میکردن و چنان به ظلم و ستم دست ناآلوده بود که تاریخ خلاصه هیچ وقت اون حرفها را شاید تکرار نکرده باشد و اون اعمال را. از چنین اشخاصی که ظلمشان، ستمشان، قساوت قلبشان به اوج خود رسیده بود، اشخاصی می سازد مؤدب، نرم دل، انسانهای صالح و شخصیتهایی می سازد که برای بشریت اونها به عنوان اسوه و الگو معرفی می شوند که همان اونها اصحاب پیامبر هستند که قرآن می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان شما مثل ایمان صحابه بشه، در حقیقت شما هدایت شدید. پس این قرآن کتاب است که پیروان خود را درس ادب می دهد، درس اخلاق می دهد، درس می دهد که باید که پیروان مکتب قرآن انسانهای شایسته، انسانهای مؤدب، انسانهای با اخلاقی باشند. در این آیه پیروان خود را متوجه می سازد ای اهل ایمان، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. شما همدیگر را استهزا نکنید، همدیگر را تمسخر نکنید، همدیگر را مسخره نکنید. شاید او کسی را که شما مسخره میکنید از شما بهترتر باشه. قرآن کتابی است که نه تنها مردان را
میخواهد مؤدب و با اخلاق بگردانه، زنها را متوجه میسازد. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. زنها باید متوجه باشن، خانمها باید متوجه باشن. آیه میفرماید نباید زنها زن دیگر را به استهزا و تمسخر خیش قرار بدهند که شاید او زن خیلی بهترتر باشه به نزد الله سبحانه و تعالی. وقتی اگر ما بخوایم یک شخص دیگر را مورد استهزا و تمسخر خود قرار بدیم، لحظه فکر باید کرد که شاید مقام این، جایگاه این به نزد الله سبحانه و تعالی بهترتر از جایگاه من باشه. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. شما یکی دیگر را خار نکنید، به اصطلاح خار نزنید و لقب بدی بر اون نگذارید. لقب گذاشتن بد بالای یک فرد دیگر، این را اسلام رد میکنه. شما هم دیگر را به خوبی یاد کنید، به زیبایی یاد کنید، با الفاظ نیک، با جملات نیک همدیگر را صدا کنید. لقب بد با همدیگر نگذارید. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. این بسیار کار زشتیه. کسی که بگه من در مکتب اسلام قرار دارم، من مسلمانم، من اهل ایمانم، بعد از این که ایمان آورد دیگه باید این اعمال برداشته بشه. مسخره کردن کار یک مسلمان نیست، استهزا کردن کار یک مسلمان نیست، لقب گذاشتن بد کار یک مسلمان نیست، تمسخر کردن کار یک مسلمان نیست. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. این در حقیقت کار زشتیه. و من لم یتب، الله سبحانه و تعالی اول گفت یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. اهل ایمان رو مخاطب میکنه و در اخیر میفرمایه که اگر این کارها صورت گرفت از اهل ایمان، اینجا دیگه نیاز به توبه هست. اگر تو خواهر و تو برادر کسی را مسخره کردی، استهزا کردی، تمسخر کردی، لقب بد گذاشتی، باید توبه کنی. و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. اگر کسی توبه نکرد در حقیقت ای با خویشتن ظلم کرده. ظلم هست، ستم هست. اگر ما وقتی در قرآن نگاه کنیم، یک سوره که در ابتدایش الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه ویل لکل همزه لمزه. این همزه و لمزه چیست؟ چشمک زدن، با لب و بینی یک نفر را آزار و اذیت کردن. الله میگه ویل، چای جهنم از آن او کسانی که با لب و بینی خود یک شخص را استهزا کنن، یک شخص را تمسخر کنن، یک شخص را بالاخره با او به دید بد به چشمان خود اشاره کنن به طرف دیگر شخص، به لبان خود اشاره کنن طرف دیگر شخص و بالاخره. پس این آیه مبارکه که مخاطبش اهل ایمان هستن، برای پیروان خود، برای من و تو مسلمان، برای من و تو خواهر و برادر، برای ما درس ادب میدهد. استهزا، تمسخر، لقب گذاشتن بد، اینها کار یک مسلمان نیست. اگر مسلمان دوچار چنین کار و اعمال زشت شد، باید توبه کرد. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که همیشه با برادران مسلمان خود مؤدب، با لطف خوش صحبت داشته باشیم. اگر روزی کسی از دست ما و از زبان ما بالاخره مورد آزار و اذیت قرار گرفته و یا اینکه مورد استهزا و تمسخر قرار گرفته، توبه کنیم. خدای تبارک و تعالی توبه خالصانه و مخلصانه نصیب همه ما و شما بگردانه و ما را از جمله اهل ایمان واقعی قرار بده. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.